به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با معرفی کتاب‌های جذاب شروع می‌کنیم. امروز میخوام زندگی نامه دونالد ترامپ رو برای شما بخونم. ابتدا کتاب‌هاشو معرفی می‌کنم و بعد سراغ زندگی نامش میریم. کتاب اول 4 فرمان ترامپ هستش که 40 راهکار برای دست بالا بودن در تجارت از دونالد ترامپ. یکی بعدی میگه هرگز تسلیم نشو. کتاب بعدی با این عنوان هستش که چرا میخواهیم شما ثروتمند باشید. کتاب بعدی که چگونه مثل یک بیلیونر فکر کنید که این کتاب رو من خوندم، توی پادکست کتاب ها هستش. کتاب بعدی این که اسمش هست آمریکایی مفلوک. کتاب بعدی مانند یک قهرمان فکر کنید. کتاب بعدی دستان طلایی هستش. کتاب طلایی دوباره چرا میخواهیم شما هم ثروتمند شوید. 2 مرد یک پیام. خب و کتاب آخر هم هنر معامله‌گری به سبک دونالد ترامپ. لطفاً با من همراه باشید تا زندگی نامه این استاد بزرگ کسب و کار و سازنده پول برای خانواده‌اش و همینطور برای کشور امریکا رو برای شما بخونم. دونالد جان ترامپ، تاجر و سیاستمدار امریکایی، از 1971 رسما رئیس کسب و کار خانوادگیشان شد که در املاک و مستغلات بود. او در این تجارت بر روی ساخت و بازسازی اقامتگاه‌های لوکس متمرکز بوده است. بعد از فراز و فرودهای بسیار در نقش یک تاجر و شخصیت رسانه‌ای به عنوان کاندیدای حزب جمهوری‌خواه در 2016 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا شد و با انقطاعی 4 ساله در 2024 بار دیگر توانست به عنوان 47مین رئیس جمهوری امریکا انتخاب شود. او تنها رئیس جمهوری بود که بیش از ریاست جمهوری نه در ارتش خدمت کرد و نه مقام دولتی داشت. دونالد ترامپ 14 ژوئن 1946 در بیمارستان جامائیکا در کوینز شهر نیویورک به دنیا آمد. او 4مین فرزند فرد ترامپ و مری آن مکلئود ترامپ بود. آنها تبار آلمانی و اسکاتلندی دارند. ترامپ تا کلاس 7 در مدرسه خصوصی کالج مقدماتی کیو فورس درس خواند. از همان کودکی به تجارت پدرش علاقه‌مند شد و پدر او را در آکادمی نظامی نیویورک که مدرسه شبانه روزی خصوصی بود ثبت نام کرد تا دوره متوسطه را تکمیل کند. او در این محیط تربیتی سختگیرانه داشت و چگونه برتری یافتن در موقعیت‌های سخت را آموخت. در 1964 در دانشگاه فوردهام ثبت نام کرد. 2 سال بعد او به کالج وارتون دانشگاه پنسیلوانیا رفت و در می 1968 با مدرک لیسانس علوم اقتصادی فارغ التحصیل شد. ترامپ در طول جنگ ویتنام به علت خار استخوانی در پاشنه پا از سربازی معاف شد. در 1977 با ایوانا زلینکووا مدل اهل چک ازدواج کرد. آنها صاحب 3 فرزند شدند: دونالد جونیور، ایوانکا و اریک. این زوج در 1990 به دنبال رابطه ترامپ با بازیگری به نام مارلا میپلز از هم جدا شدند. ترامپ و میپلز در 1993 ازدواج کردند و در 1999 طلاق گرفتند. حاصل ازدواج آنها یک دختر به نام تیفانی بود که نزد مادرش بزرگ شد. در سال 2005 ترامپ با ملانیا کنووس مدل اسلوونیایی ازدواج کرد. آنها یک پسر به نام بارون دارند. فعالیت‌های تجاری.
از 1968 ترام در شرکت املاک و مستقلات پدرش که مالک خانه‌های اجاره‌ای در بخش‌های بیرونی شهر نیویورک بود استخدام شد. در 1971 پدرش او را رئیس شرکت کرد و او تصمیم گرفت شرکت ترام را به یک نام تجاری تبدیل کند. در 1978 با راه اندازی اولین سرمایه‌گذاری خانواده‌اش در منهتن شروع به بازسازی هتل متروک کومودور در مجاورت ترمینال گراند سنترال کرد. از این زمان او موفق شد با وام‌های کلان بانکی هتل‌ها و برج‌های شهری را پی در پی به دست آورد. مانند خریداری آسمانخراش 71 طبقه خالی در وال استریت و بازسازی آن و تبدیلش به ساختمان ترام. آخرین پروژه ساختمانی بزرگ ترام، هتل و برج بین‌المللی 92 طبقه ترام با کاربری مختلط بود که در 2008 افتتاح شد. این سرمایه‌گذاری‌ها بدهی‌های زیادی هم البته برای او به وجود آورد تا جایی که مجبور شد بخش زیادی از سود این سرمایه‌گذاری‌ها را به سرمایه‌گذاران دیگر بفروشد. مثلا وقتی در 1988 ملک آتلانتیک سیتی را خریداری کرد که به تاج محل ترام معروف است، بودجه‌اش را با 675 میلیون دلار اوراق قرضه تأمین مالی و به مبلغ 1.1 میلیارد دلار تکمیل کرد که در آوریل 1990 افتتاح شد. اما این پروژه ها زیان‌آور بودند و او مجبور شد برای جبران بدهی‌ها بخشی از سهام و دارایی‌های خود را بفروشد، تا جایی که بین سالهای 1991 تا 2009 درخواست حمایت از ورشکستگی فصل 11 را برای 6 کسب و کار خود ارائه کرد. هتل پلازا در منهتن، کازینوها در آتلانتیک سیتی و نیوجرسی و هتل‌های ترام. سازمان ترام در 1999 شروع به ساخت و خرید زمین‌های گلف کرد که با نام تجاری ترام در امریکا و چند کشور دیگر اداره می‌شوند. زیان‌های وارده به کار املاک باعث شد کسب و کارهای جانبی راه اندازی کند و از نام تجاری خود در زمینه‌های دیگری کسب سود کند. به این منظور سازمان ترام مجوز استفاده از نام ترام را برای محصولات و خدمات مصرفی مثل مواد غذایی، پوشاک، دوره‌های آموزشی و اساسی منزل صادر کرد و بر اساس گزارش‌ها بیش از 50 قرارداد مجوز یا مدیریت مربوط به نام او در این زمینه‌ها وجود دارد و برای او درآمد ایجاد کردند. او همچنین نامش را در مسابقات دوچرخه سواری با نام تور 2 ترام قرض داد یا در دوره 2 ساله از 1983 تا 1985 تیم فوتبال نیوجرسی جنرالز در لیگ فوتبال ایالات متحده را خریداری کرد. در 1988 خطوط هوایی ترام شاتل را خریداری کرد و این خرید را با 380 میلیون دلار وام از سندیکای 22 بانک تامین و تا 1991 آن را اداره کرد. اما در ادامه اعاده وام‌های خود را نپذیرفت و مالکیت آن خطوط به بانک‌ها منتقل شد. ترام از 1985 تا 2001 در تعدادی از برنامه‌های تلویزیونی نقش‌آفرینی کرد. او 24 بار مهمان برنامه ملی هاوارد استرن بود. همچنین از 2004 تا 2008 برنامه رادیویی گفتگوی کوتاه خود را به نام ترام داشت. او از 2011 تا 2015 مفسر مهمان در برنامه فاکس بود. علاوه از 2004 تا 2015 برنامه تلویزیونی کارآموز را تهیه و اجرا کرد. شروع فعالیت‌های سیاسی ترام همچون دیگر تصمیم‌هایش جسورانه و بی‌پروا برای درک زمین بازی بدون ترس از واکنش‌ها بود. او در 1987 به عنوان یک جمهوری‌خواه ثبت نام کرد. در 1999 یکی از اعضای حزب استقلال
وابسته به حزب اصلاحات در ایالت نیویورک شد. در 2001 یک دموکرات و در 2009 باز هم یک جمهوری خواه شد. در 2011 یک غیر وابسته و در 2012 دوباره یک جمهوری خواه شد. پیشتر در 1987 آگهی‌های تمام صفحه‌ای را در 3 روزنامه بزرگ درج کرد و در آنها دیدگاه‌های خود را در مورد سیاست خارجی و چگونگی حذف کسری بودجه فدرال توضیح داد. 1 سال بعد از لی آتواتر، مشاور و استراتژیست، خواست که به عنوان معاون جورج اچ.دبلیو. بوش نامزد جمهوری‌خواهان در نظر گرفته شود. بوش از این درخواست را عجیب و باور نکردنی دانسته بود. در سال 2000 به مدت 3 ماه در انتخابات ریاست جمهوری از حزب اصلاحات نامزد و بعد از رقابت خارج شد. 11 سال بعد درباره نامزدی ریاست جمهوری در مقابل باراک اوباما گمانه‌زنی و حتی در کنفرانس کنش سیاسی محافظه‌کار سخنرانی کرد. اما بعد اعلام کرد که نامزد نخواهد شد. آن زمان البته جاه طلبی‌های سیاسی او برای ریاست جمهوری جدی گرفته نمی‌شد. ترامپ در ژوئن 2015 نامزدی قطعی خود را برای ریاست جمهوری اعلام کرد. اما حتی آن زمان هم تحلیلگران سیاسی مبارزات انتخاباتی او را جدی نمی‌گرفتند تا اینکه به سرعت به صدر نظرسنجی‌ها رسید و در 2016 نامزد پیشتاز و گزینه نهایی جمهوری‌خواهان در انتخابات شد. شهرت و اظهارات تحریک‌آمیز او حجم بی‌سابقه‌ای از پوشش رسانه‌ای را رایگان برای او به ارمغان آورد و باعث بهبود جایگاهش در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان شد. سرانجام در حالی که کت و شلوار مشکی و کلاه قرمزی بر سر داشت، در مقابل پرچم امریکا در میانه جمعیتی سخنرانی کرد. دیگر حضور جدی او پذیرفته شده بود. هیلاری کلینتون که در طول مبارزات انتخاباتی در میانگین نظرسنجی‌های ملی از ترامپ پیشتاز بود، کم کم برتری‌اش کاهش می‌یافت. ترامپ در سخنرانی‌های خود ناتو را منسوخ توصیف کرد و از دیدگاه‌های غیر مداخله‌گر پشتیبانی می‌کرد. مواضع کمپین انتخاباتیش درباره روابط ایالات متحده و چین و توافقنامه‌های تجارت آزاد مانند نفتا، اجرای قوی قوانین مهاجرت، ساخت دیوار جدید در امتداد مرز ایالات متحده و مکزیک، استقلال انرژی در عین مخالفت با مقررات تغییرات آب و هوا، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کاهش مالیات‌ها و اعمال تعرفه بر واردات شرکت‌های شاغل در خارج از کشور بود. همچنین از افزایش هزینه‌های نظامی و بازرسی شدید یا ممنوعیت مهاجران از کشورهای دارای اکثریت مسلمان حمایت می‌کرد. او متعهد شد که میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی مقیم ایالات متحده را اخراج کند و از حق شهروندی به دلیل تولد فرزند نوزادان لنگر در خاک ایالات متحده انتقاد کرد. او سرانجام با 304 رأی الکترال در برابر هیلاری کلینتون با 227 رأی الکترال پیروز شد. او خود را میهن‌پرست و سیاست خارجی خود را اول امریکا اعلام کرد. این موضوع به ویژه پیشنهاد خروج از ناتو و نیز خارج شدن از توافقنامه آب و هوایی پاریس تنش‌های زیادی را در سطح روابط بین‌المللی به ویژه با اروپا به وجود آورد. او در ماه‌های اول ورود به کاخ سفید بیش از 100 سیاست و مقررات زیست‌محیطی را لغو کرد. قانون کاهش مالیات و مشاغل سال 2017 را امضا و جنگ تجاری با چین را آغاز کرد. پیش‌بینی ناپذیر بودن و فقدان اطمینان در تصمیم‌ها و گمانه‌زنی‌ها بالاخره 2 بار پای او را به مجلس استیضاح کشاند. او اولین رئیس جمهوری ایالات متحده بود که 2 بار استیضاح شد، اما هر 2 بار با رأی منفی مجلس سنا تبرئه شد. پس از شکست در انتخابات 2020 از جو بایدن مجبور به خروج از کاخ سفید شد. با اتمام این دوره
پرونده‌های زیادی علیه او به ویژه در ارتباط با نگهداری اسناد فوق محرمانه در ملک شخصی باز شد. توییتر حضورش در این شبکه را محدود کرد و او به اعتراض اولین شبکه اجتماعی شخصی خود با نام تروس را راه اندازی کرد. پرونده‌ها و محکومیت‌های بدون او در دادگاه‌ها تقریباً این اطمینان را به وجود آورده بود که او دیگر نمی‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. در دسامبر 2023 دادگاه عالی کلرادو حکم رد صلاحیت ترامپ برای حضور در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان کلرادو را به دلیل نقش او در تحریک حمله 6 ژانویه 2021 به کنگره صادر کرد. در مارس 2024 دادگاه عالی ایالات متحده با تصمیمی به اتفاق آرا نام او را به صندوق رای بازگرداند و حکم داد که کلرادو فاقد صلاحیت اجرای بخش 3 اصلاحیه 14 است که شورشیان را از تصدی پست فدرال منع می‌کند. ترامپ که از مدت‌ها پیش نامزدی خود را اعلام کرده و کمپین حمایتی و جمع‌آوری کمک‌های مالی به راه انداخته بود، در نوامبر 2024 با شکست کامالا هریس با 360 رأی کالج الکترال در حالی که از یک سوء قصد جان سالم به در برده بود، به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. بازگشتی که بزرگترین روزنامه‌ها آن را فوق‌العاده توصیف کردند. ترامپ میگوید هرگز مشروب ننوشیده، سیگار نکشیده و مواد مخدر مصرف نکرده است. او تقریباً 4 یا 5 ساعت در شب میخوابد. ورزش مورد علاقه او گلف است و جز آن هر ورزشی را اتلاف انرژی میداند. زیرا معتقد است بدن مانند باتری با مقدار محدودی انرژی است که با ورزش تخلیه می شود. طبق گزارش فوربس ثروت ترامپ در 2024 تقریباً 1.1 میلیارد دلار در املاک و مستقلات، حدود 1 میلیارد دلار در باشگاه‌های گلف و استراحتگاه‌ها و 3.5 میلیارد دلار سهام در رسانه ترامپ است. در اواخر 2016 و اواخر 2024 مجله تایم ترامپ را به عنوان شخصیت سال خود انتخاب کرد. در سال 2012 دانشگاه لیبرتی دکترای افتخاری بازرگانی را به او اهدا کرد. در 2015 جایزه آزادی را به خاطر کوشش مثبت در زمینه روابط اسرائیل و امریکا دریافت کرد. در سال 2015 کلید شهر دورال در فلوریدا را دریافت کرد. کلید افتخاری که شهردار شهر به فرد با ارزش جامعه یا شخصیت مشهور می‌دهد. همچنین در پیاده‌روی مشاهیر هالیوود یک ستاره به نام دونالد ترامپ قرار گرفته است. نوشته‌های ترامپ در وهله اول نشان می‌دهد او بیش از هر چیز یک تاجر و فعال اقتصادی است. عمده کتاب‌های او درباره زندگی تجاریش هستند. ترامپ از تجارب خود می‌گوید، از شکست‌ها و پیروزی‌ها، از برنامه‌های روزانه‌اش و همه اصول بنیادینی که کلید موفقیت هر تاجر پیشه‌ای هستند. هدف او این است تا به خواننده‌اش یاد بدهد که چطور برای خود فرصت سازی کند، چطور برخیزد و چطور از موقعیت‌ها استفاده کند. او معتقد است آدم‌ها به جای پول داشتن به چگونه ساختن پول، یعنی آموزش نیاز دارند. به همین دلیل قالب نوشته‌هایش در حکم راهنمایی نه برای صاحبان کسب و کارهای بزرگ که مردمان متوسط است. جز تجارت، ترامپ میهن‌پرست و قائل به امریکایی قدرتمند و به معنای واقعی ابرقدرت است. تنها کتاب غیر تجاری و در خور توجه او کتابی است که در آن از زمینگیر شدن ایالات متحده میگوید. او که سالها مشغول رصد وضعیت ایالات متحده و سیاست‌هایش در سطح جهان بوده، از ایده‌هایش برای بازگرداندن این کشور به آنچه باید باشد میگوید که نشان از اهداف او برای تحقق بخشیدن به جاه طلبی‌های سیاسیش دارد. هنر معامله‌گری به سبک ترامپ. اولین کتاب ترامپ است که به طور مشترک با تونی شوارتز روزنامه‌نگار نوشت. بخشی از آن خاطرات و بخش دیگر درباره توصیه‌های کسب و کار است. این کتاب در فهرست پرفروش‌ترین های نیویورک تایمز بود و در زمان کمپین انتخاباتی ترامپ نیز
دوباره مورد توجه قرار گرفت. این کتاب زندگی عملی ترامپ را از محل کار تا خانه تا درگیری با رقبا و چالش‌ها به عنوان معامله‌گر شرح می‌دهد. چگونه مثل یک بیلیونر فکر کنید؟ در بردارنده اطلاعات درباره سرمایه‌گذاری در املاک و مستقلات، بازسازی و ارزیابی ارزش ملک، خرید و فروش و غیره است. او در این کتاب راه رسیدن به پول و چگونگی فکر کردن به مهارت‌های شغلی را آموزش می‌دهد. 4 فرمان ترامپ با درباره صحبت‌ها و توصیه‌های ترامپ از مهمترین عوامل موفقیت در 4 حوزه مختلف کسب و کار است. از جمله راهکارها درباره تجارت و مدیریت، توصیه‌های شغلی، توصیه‌ها درباره پول و اسرار مذاکره. امریکایی زمینگیر که در فارسی با نام آنچه واقعا اتفاق افتاد نیز ترجمه شده است. شرح ایده‌های ترامپ درباره چگونگی احیای امریکا و بازگرداندن عظمت به آن و دستیابی به رهبری جهان است. او درباره امریکایی صحبت می‌کند که اعتقاد دارد فلج شده و از برنامه‌هایش برای سربلندی امریکا گفته است. 101 راه موفقیت در تجارت، حاوی دیدگاه‌ها، نظرات و پندهای ترامپ در مورد چگونه موفق شدن و ویژگی‌ها و مهارت‌های مورد نیاز یک تاجر برای موفقیت است. او خواننده را با تشکیلات ترامپ آشنا می‌کند و هر فصل آن درباره یک قاعده است. برای سوق دادن خواننده به طرز فکری که می‌تواند در رسیدن به موفقیت کمک کننده باشد. قواعد خلق ثروت درباره روش‌های زندگی و کسب و کار و درآمدزایی ترامپ است. او از تجربه‌ها و مهارت‌هایی گفته که شخصاً طی سالیان در راه پولسازی به دست آورده است. هرگز تسلیم نشو. درباره مهارت‌هایی است که باعث می‌شود در برابر ناملایمات از پای ننشینید و تسلیم نشوید و از موقعیت‌های پیش آمده به بهترین نحو استفاده کنید. او ایده‌ها و راهکارهایی کارآمد داده که در زندگی از آنها برای رسیدن به تجارت پرسود، تجربه‌های شکست و جبران اشتباهات بهره جسته است. چرا می‌خواهیم شما ثروتمند باشید؟ 2 مرد، 1 پیام. نوشته 2 تاجر، ترامپ و کیوساکی، درباره جنبه‌های مختلف علم سرمایه‌گذاری و هوش مالی است. راهکارهای این کتاب به ویژه برای راهنمایی طبقه متوسط و با هدف افزایش درآمد و ثروت این طبقه ارائه شدند. طبقه‌ای که به اعتقاد نویسندگان در سرازیری سقوط است و از ذهنیت استحقاقی که توقع دارد خانواده، کارفرما و کشور از او حمایت کند. آنها معتقدند مشکلات مالی با پول حل نمی شود، بلکه با آموزش مالی می توان مشکلات را حل و ثروت تولید کرد. و نسخه های صوتی اکثر این کتاب ها هم تهیه شده و میتونید شما با سرچ در گوگل این نسخه های الکترونیکی رو برای خودتون دانلود کنید. اما یه سری کتاب های دیگه هم هستش. زندگی و دوران دونالد ترامپ نوشته مارک شپیرو درباره بزرگترین موفقیت ها و شکست های تجاری ترامپ و نیز مطالبی جذاب از زندگی اوست. آتش و خشم نوشته مایکل وولف محتوای انتقادی و افشاگرانه درباره ریاست جمهوری دونالد ترامپ و سیاست در ایالات متحده دارد و پشت صحنه 9 ماه نخست و جنجال برانگیز این رئیس جمهور امریکا را توضیح می‌دهد. ترس، ترامپ در کاخ سفید نوشته باب وودوارد گزارشی از اتفاقات و زندگی پرتنش ترامپ درون کاخ سفید در سال اول ریاست جمهوری با بهره گیری از مصاحبه و مدارک دیگر است. خیلی زیاد اما همیشه ناکافی روایت مری ترامپ برادرزاده دونالد ترامپ از عموی خود است. او توضیح داده که رابطه بیمارگونه میان والدین و فرزندان و به طور کلی خانواده چطور در تبدیل دونالد ترامپ به فردی چنین خطرناک تاثیرگذار بوده است. امیدوارم که از این معرفی و زندگی نامه خوشتون اومده باشه و به دیگران هم معرفی کنید. همچنین کتاب‌های ترامپ رو برای خودتون تهیه کنید و از تجربیاتش استفاده کنید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم.
تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.